شخص از 40 گوسفند یک گوسفند زکات جدا میکند. گوسفند رو کشته به چند نفر دهد یا زنده؟ شما ببینید وقتی که در اسلام یک انسان دارای 40 مال معده هست، یعنی از بز گوسفند، اون یک گوسفند زکات میدهد، بهتر همی است که زنده بدهد، زنده برده یک فقیر را بدهد. وقتی اون رو میکشد مثلا اختلافی میشد، اون رو زنده برده بدهد، این بهتر و خوبترش همین است. و اونی که در بالا سوال کردن که مثلا 5000 سومانی میدهد صدقه، یک آدم 5000 زکات میدهد، برادر عزیز از لحاظ فضیلت اونی که 5000 زکاتش را ادا میکرد، اون رکن از ارکان اسلام را ادا کرد، اون خداوندش را لبیک گفت، مسلمانی و یکی از بنای اسلامش که زکات هست اون را ادا کرد. البته به اجر و پاداش نیست، بهترین کار را کرد، اون فرض بندگیش رو پیش خدا ادا کرد. اما این انسانی که زکات ندارد 5000 صدقه میکند، این خیلی فضیلت های زیادی برای این هست، همچون که ما در احادیث زیادی برای این بیان کردیم که اون صدقه او میتواند مثل کوه احد شود در روز قیامت. و همیشه دعا کردیم و میکنیم که تمام عبادت های ما، روزه داشتن ما، نماز با جماعت و تراویح ما در مسجدها و همه عبادت های ما وابسته به امنیت و صلح و ثبات کشور است. ما دعا میکنیم که پروردگار که امروز در تمام دولت ها جنگ و جدال هست، این را بر سر ملت ما نیارد، بر سرزمین ما نیارد، یعنی صلح و ثبات و امنیت کشور ما همیشگی باشد. پروردگار گذشتگان من شما را غریق رحمت کند، من شما را رضامندی پدر و مادر نصیب کند، من شما را در تربیت فرزندانمان کامیاب کند. پروردگار را از پیشوای ملت گرفته تا آخران سربازی که در مرز بوم کشور است، همه اینها را در راه اسلام، در راه خدمت دین و ملت موفق کند، از تمام زیان و ضرر با اینها را حفظ کند و همه مردم ما، مردم اسلام را هدایت کامل اسلامی نصیب کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.